بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما بینندگان عزیز برنامه بدون مرز سلام عرض می‌کنم. همونطوری که در خبرها داشتیم، وزیر خارجه و تجارت مجارستان اخیراً سفری به تهران داشت که در جریان این سفر وزیر مجارستانی و هیئت همراه ضمن ملاقات با رئیس جمهور و وزرای خارجه و تجارت جمهوری اسلامی ایران در دومین دور کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور در تهران شرکت کردند. در این کمیسیون چگونگی فعالسازی بخش‌های خصوصی دو کشور و رفع موانع برای انجام مبادلات اقتصادی میان ایران و مجارستان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد. در پایان این سفر 3 یادداشت تفاهم در زمینه همکاری‌های آموزشی و فرهنگی، توریسم و کشاورزی امضا شد که میتونه زمینه‌ساز همکاری‌های آینده دو کشور در سطحی گسترده‌تر باشه. سفر آقای پیتر سیارتو وزیر خارجه و تجارت مجارستان به تهران فرصتی رو ایجاد کرد تا بتونیم با ایشون گفتگوی تلویزیونی داشته باشیم که این گفتگو رو در برنامه بدون مرز این هفته خواهیم دید. اما ابتدا گزارشی از موضوع برنامه ببینیم، بعد بریم سراغ گفتگو. مجارستان کشوری با مساحت 93,030 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 9.7 میلیون نفر که در رده کشورهای متوسط اتحادیه اروپا قرار دارد. موقعیت مجارستان در میان کشورهای اسلواکی، اوکراین، رومانی، صربستان و کرواسی، اسلوونی و اتریش اهمیت جغرافیایی سیاسی این کشور را دوچندان کرده است. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، مجارستان از بین 191 کشور جهان 58مین قدرت اقتصادی به حساب می‌آید و جزء کشورهای پردرآمد با استاندارد بالای زندگی است. مجارستان از سال 2004 عضو اتحادیه اروپا شده و از سال 2007 نیز در منطقه شنگن قرار گرفته است. بنابراین در دوره‌ای که جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد تا مناسبات خود را از نگاه یکجانبه غرب تغییر داده و در کنار این مناسبات روابط خود را با شرق توسعه دهد، همچنین این سفر می‌تواند نگاه توسعه ایران در بخش‌های تجاری و صنعتی با دیگر کشورهای جهان را در دوران تحریم ثبات و تحکیم بخشد. خب همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، میهمان این هفته برنامه بدون مرز آقای پیتر سیارتو وزیر خارجه و تجارت مجارستانه که در مورد موضوعات بسیاری به سوالات برنامه بدون مرز پاسخ داده. با همین گفتگو رو ببینیم. مستر سیارتو، آقای سیارتو، از اینکه در برنامه بدون مرز شرکت کردید از شما سپاسگزارم. Thank you very much for the invitation. Oh, you're welcome. قبل از شروع گفتگو لطفاً در مورد اهداف سفرتون توضیحاتی رو بدید، بعد ادامه گفتگو رو داشته باشیم. Well, actually, this is my first time to come here. Last time I was here. در واقع این نخستین باره که پس از 6 سال اینجا حضور دارم. آخرین بار 6.5 سال پیش اینجا بودم. تغییرات زیادی رو مشاهده کردم، حتی از هتل‌هایی که اونها اقامت داشتم. در ماه سپتامبر ما یک ملاقاتی در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد با سفیر شما در نیویورک داشتیم. ایشون از من دعوت کردند که به ایران سفر کنم که من هم با کمال میل این دعوت رو پذیرفتم. باید این نکته رو اضافه کنم که من خیلی از همکاری‌های مشترک اقتصادی میان ایران و مجارستان خوشحالم. همچنین باید تاکید کنم که همکاری‌های بین دو کشور در برخی زمینه‌ها اصلاح شده و بهبود پیدا کرده. برخی شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی مجارستان تمایل دارند با ایران همکاری داشته باشند. در این سفر نمایندگان 7 شرکت همراه من هستند. همچنین طبق توافقی که قبلاً بین وزارتخانه‌های دو کشور شده، ما قرار ملاقات‌هایی میان وزیر تجارت و بازرگانی مجارستان با وزیر بازرگانی ایران هم انجام بدیم و امیدواریم که ادامه داشته باشه.
در حال حاضر روابط اقتصادی دو کشور رو با توجه به مشکلات موجود چگونه ارزیابی می‌کنید؟ حقیقت اینه که ما نمیتونیم خودمون رو در شرایط پیچیده فعلی به دلیل سیاست‌های بین‌المللی منزوی کنیم. شرکت‌هایی در زمینه کشاورزی صنعتی و صنعت غذایی در این سفر همراه من هستند، چرا که قرار آموزش‌هایی در این زمینه به متخصصان ایرانی داده بشه و در زمینه فناوری همکاری‌هایی انجام بشه. برای مثال ما میتونیم توی زمینه سیستم‌های خنک کننده در صنعت کشاورزی و یا فناوری‌های استفاده بهینه از آب با هم همکاری داشته باشیم. مجارستان صاحب فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای در این زمینه است. مثلا در زمینه تصفیه آب، روش‌های جلوگیری از هدر رفت آب و همینطور روش‌های استفاده از آب‌های هدر رفته. بنابراین در زمینه این فناوری‌ها درخواست‌های همکاری از سوی شرکت‌های ایرانی داشتیم. از این رو امیدواریم که دیدارهایی که بین نمایندگان شرکت‌های ما با نمایندگان ایرانی صورت گرفته موفقیت آمیز باشه. دولت ایران و مجارستان توافقنامه‌هایی در زمینه همکاری‌های اقتصادی امضا کرده بودند، اما این توافقنامه‌ها هیچ وقت اجرایی نشد. به نظر شما چرا و موانع پیش رو چه هستند؟ Why؟ You mean the agreement on protecting investments? شما در مورد توافقنامه حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها صحبت می‌کنید. این بین نمایندگان مجلس ایران و مجارستان در 2 سال پیش به امضا رسید. پیشرفت‌های خوبی در این زمینه در همان سالها انجام شد. امروز قرار توافقنامه‌ای هم در زمینه مجوزهای مربوط به واکسن میان دو کشور به امضا برسه. اون دسته از ایرانی‌هایی که به طور کامل واکسینه شده باشند میتونن بدون هیچ آزمایش و یا محدودیتی به مجارستان سفر کنند. همچنین مجارستانی‌هایی هم که به طور کامل واکسن زده باشند میتونن وارد ایران بشن بدون در نظر گرفتن نوع واکسن، چه واکسن‌های غربی باشه، چه چینی و یا روسی، فرقی نداره. بنابراین تمامی شهروندان مجارستانی که واکسن زده باشن میتونن با جواب تست منفی کرونا وارد ایران بشن. همونطور که میدونید ایران و مجارستان از گذشته تا کنون همکاری‌های اقتصادی زیادی داشتند، ولی این همکاری‌ها در سطح پایین و کند بوده. چرا؟ و پیشنهاد شما برای سرعت بخشیدن به اونها چیه؟ در وزارت تجارت و بازرگانی مجارستان که من خودم ناظر این وزارتخانه هستم، با بخش سرمایه‌گذاری‌های صادراتی شما توافقنامه‌ای امضا کرده بودند. همچنین با بانک صادرات ایران که به موجب اون قرار بود راه برای ورود شرکت‌های صادراتی ایران به کشورهای اروپایی از طریق مجارستان هموار بشه و متقابلاً هم شرکت‌های مجارستانی بتونن در ایران سرمایه‌گذاری کنن. همچنین باید خاطر نشان کنم که در حال حاضر ما بیش از 2000 دانشجو از ایران در دانشگاه‌های مجارستان داریم که میتونن موجب ارتقای روابط ایران و مجارستان بشن. اونها میتونن وارد همکاری‌های علمی و عملی در زمینه‌های مختلف بشن. بنابراین همکاری میان سازمان‌های صادراتی و نیز همکاری‌های فردی و نیز توافقنامه در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک میتونه شرکت‌ها رو برای ورود بیشتر به این عرصه تشویق کنه. ما همچنین شرکت‌هایی در مجارستان داریم که در زمینه بذرهای مهم در کشاورزی فعالیت می‌کنند که در بازارهای شما موفقیت‌هایی هم به دست آوردند. مثلا ما فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای در زمینه کشاورزی در اختیار داریم که میتونیم اونها رو برای حل برخی از مشکلات در اختیار ایران قرار بدیم. من شنیدم که شما در سیاست خارجی نگاهتون به شرقه. آیا این مطلب درسته؟ Yeah, absolutely. Why؟
Because back in 2010 when we entered office. بله درسته، چون زمانی که ما خواستیم وارد همکاری‌های گسترده بشیم متوجه شدیم که قوانین غربی با سرعت خیلی زیادی به ما تحمیل شدند و این یک حقیقته، چون قبلا اینطور بود که 80% از سرمایه‌گذاری‌ها در کشور ما توسط بلوک شرق انجام می‌شد و تنها 20% از اون توسط کشورهای غربی. ولی الان وضعیت تغییر کرده و بیشتر از 70% از سرمایه‌گذاری‌های ما در بلوک شرق انجام میشه و تنها 30% از اون سهم غربی هاست و دلیل این هم چیزی نیست جز اینکه فناوری‌های بروز دنیا در بلوک شرق به سرعت در حال پیشرفت هستند. در کنار اینها روش‌های سرمایه‌گذاری و مراودات مالی به شدت اصلاح شده. جمعیت در بلوک شرق بسیار بیشتر از بلوک غربه. برای همین این روزها بلوک شرق به یکی از رقیبان اصلی بلوک غرب تبدیل شده. از این رو نگاه ما به شرقه. And helping economic growth in other countries, which shouldn't have been the case. As you know, United States همونطور که شما هم می‌دونید امریکا تحریم‌هایی رو علیه ایران اعمال کرده. با توجه به این تحریم‌ها شما روابط اقتصادیتون رو با ایران چگونه تعریف کردید؟ Look, we understand the complicated situation and I wish. خب شما می‌دونید که این اوضاع سیاسی خیلی پیچیده است و من امیدوارم که گفتگوهای وین میان کشورهای غربی و ایران به نتیجه مطلوبی برسه و طرف‌ها به مذاکرات بازگردند. به هر حال کشور ما کشور کوچکی هست و یک کشور کوچک به ندرت میتونه توی سیاست‌های جهانی نقشی داشته باشه. با توجه به مذاکرات هسته ایران موضع شما در مورد این مذاکرات چیه؟ Look, the security situation in the Middle East. امنیت منطقه خاورمیانه تأثیر مستقیمی بر امنیت ما در اروپای مرکزی داره. این میتونه خیلی مهم باشه. برای همین ما امیدواریم که گفتگوهای هسته‌ای به نتیجه مطلوبی برسه. ما کشوری هستیم که بیش از 40 ساله داریم از انرژی هسته‌ای استفاده میکنیم. ما در حال حاضر تمایل داریم صنعت هسته‌ای خودمون رو توسعه بدیم. ما می‌خوایم حدود 70% از انرژی مورد نیاز کشور رو از طریق انرژی هسته‌ای تامین کنیم تا بتونیم پاسخگوی نیاز کشور در عرصه انرژی برق باشیم. ما می‌دونیم که انرژی هسته‌ای جزء انرژی‌های پایداره و در این زمینه تجربه داریم. بنابراین اگه شما در این زمینه احتیاج داشته باشید که ما کمکتون کنیم، در زمینه تأمین ژنراتورها و یا در زمینه توسعه فناوری‌های هسته‌ای در کنار این گفتگوها ما میتونیم به شما کمک کنیم. شما به بحران در خاورمیانه و موضوع پناهندگان اشاره کردید. بفرمایید که اقدامات دولت شما در حمایت از پناهندگان چه بوده و دولت شما در حمایت از اونها تاکنون چه اقداماتی رو انجام داده؟ We do believe that migratory flows can be stopped. ما میدونیم که این موج مهاجرت میتونه متوقف بشه در صورتی که قوانین سفت و سختی برای اون وضع بشه. تا زمانی که ما از ورود مهاجران استقبال میکنیم نمیتونیم مقابل این موج بایستیم. این قوانین و محدودیت ها هستند که میتونن مقابل این موج بایستن. ما نباید با کشورهای خاورمیانه و یا کشورهای آفریقایی توافقنامه های امضا کنیم در زمینه اینکه چگونه میتونن شهروندانشون رو به اروپا منتقل کنن. برعکس ما باید در این زمینه توافقنامه امضا کنیم که چگونه میتونیم شهروندان این کشورها رو در کشورهای خودشون نگه داریم. برای همین مجارستان جزء کشورهاییه که معتقد باید شرایط رو به نحوی مدیریت کنه که شهروندان هر کشور در کشور خودشون زندگی کنن. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که برخی کشورهای اروپایی و امریکا مسئول بحران‌ها و موج مهاجرت در خاورمیانه هستند. نظر شما در این مورد چیه؟ I have heard this criticism also, but
بله، من هم این انتقادها رو شنیدم و فکر نمی کنم که خیلی عادلانه باشه. دلایل زیادی برای این امر وجود داره. شاید تصمیم‌های نادرست از سوی کشورهای اروپایی و غربی بتونه یکی از این دلایل باشه. من اینو قبول دارم، ولی همه دلیل این نیست. ما در قانون اساسی مجارستان معتقدیم به عنوان یک کشور اروپایی باید تلاش کنیم شرایط رو به نحوی اداره کنیم که مردم هر کشوری با آسایش در وطن خودشون بمونن و در اونجا زندگی کنن. پس ما باید شرایط هر کشوری رو مساعد زندگی برای شهروندانش کنیم. این میتونه شامل اصلاح برنامه‌های اقتصادی بشه یا کمک به پیشرفت‌های فناوری در هر کشور تا شرایط زندگی در این کشورها هم بهبود پیدا بکنه. مستر سیارتو، thank you very much از اینکه در برنامه بدون مرز شرکت کردید. از شما سپاسگزارم. گفتگویی بود با آقای پیتر سیارتو، وزیر محترم امور خارجه و تجارت مجارستان. روزنامه المانیتور. این روزنامه ترکیه‌ای با اشاره به مشکلات آوارگان حاضر در اروپا نوشته است: دولت مجارستان به شدت تحت فشار انتقادها از رفتار با پناهندگان قرار دارد و به همین علت در تلاش است تا با نزدیک کردن روابط به تهران از ورود موج پناهندگان افغان به این کشور جلوگیری کند. روزنامه هانگری تودی. این روزنامه مجارستانی به دیدارهای وزیر خارجه این کشور با مقامات ایرانی اشاره کرده و می نویسد: همکاری در زمینه تولید و انتقال واکسن کرونا از محورهای دیدار وزیر خارجه مجارستان به ایران بوده است. به نوشته این روزنامه مجارستانی، وزیر خارجه این کشور همچنین از روند دیپلماتیک برای حل موضوع هسته‌ای ایران حمایت کرده است. و روزنامه ایندیپندنت. این روزنامه انگلیسی با اشاره به سفر وزیر خارجه مجارستان به تهران می نویسد: روابط مجارستان با اتحادیه اروپا اسیر تنش‌های متعدد شده است و مجارستان به سوی روابط مستقل از اتحادیه اروپا با دیگر کشورها در حرکت است. به نوشته ایندیپندنت، این مشکل میان لهستان و مجارستان و دیگر کشورهای شرق اروپا مشترک است. خب، گفتگویی بود با وزیر خارجه و تجارت مجارستان. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، در پایان سفر 2 روزه وزیر خارجه و تجارت مجارستان به تهران 3 یادداشت تفاهم میان 2 کشور امضا شد که این امر میتونه به نوبه خودش ظرفیت‌های جدیدی در مناسبات اقتصادی ایران با جهان ایجاد بکنه و تأثیرات تحریم‌های یکجانبه امریکا رو خنثی کنه. اکنون کشورهای شرق اروپا از ظرفیت‌های تکنولوژی قابل توجهی برخوردارند که مراودات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اونها میتونه همکاری‌های پایداری رو ایجاد بکنه. ظرفیت‌های اقتصادی و توریستی مجارستان و موقعیت جغرافیایی این کشور در شرق اروپا نه تنها میتونه بخشی از نیازهای ایران رو تامین بکنه، بلکه میتونه پل ارتباطی میان ایران با دیگر کشورهای اروپای شرقی باشه و فشارهای تحریمی امریکا علیه ایران رو کم کنه. خب، به پایان برنامه بدون مرز این هفته رسیدیم. از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه بدون مرز بودید از شما سپاسگزارم. تا بدون مرزی دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.